آخه تو با مزحکی مییه تو ای همه رو بهترین توی ای آخه تو یک چی هستی که تو در لحظه های ای همه دشوارترین مرا تنها نگذاشتی آخه دوست عمیق میشه وفاداری هم عمیق میشه تو ای همه رو به مزه ای سلام علیکم بابی سلام علیکم میگم کجا بابی تینجن سلام علیکم بابی میگم که ها ظفر جان این بابیم خودش طاقه هم که میشده مامام یاد میکده یا ها من کی ماما تو یاد کردم آخه این ها زینه این بابی به مزه گفته تعریف کده رفته شکو دا تی به مزه در این دنیا هر چی به مزه هسته مومت هیچی ای با نه به مزه این میگم این بابیم یگان اینه من همین رو گفته سام ای بابی آخه دستودن نباشی این رو چا میکنی ما خیالی کدم یگان اوقاتی به مزه ناو کده مامام خوردی با ما گفتم سیفاش میگفتی من امتیار میکردم دو فرجان میخوردم این رو تونه نگاه کنید ای همین را به مزه یگان خوراک نیست ای همین رو خوراک تستیار یگان خوراک نیست ای همین رو تونده آه این یک چیز اینم دروی کوسد میپرده یک کوسه خوراکی به مزه میشه به یگان لفکنون میخری سر میشی هم خیلی به مزه کی هم خیلی به مزه کی این به مزه تر دیگه نیست بابی لبا این قدر با مزه بدن این را که خود دای کیفه میدیگی این را که ما حتی به مزگیش روزی به مزگیش هم در یادم هسته حتی روزش در یادم هسته که کی این را به مزه بدم شما فهمیدم اگه کدام روز بوده اگه کدام روز فهمیدی که اکی به مزه بوده ما همون روز فهمیدم که ای بانک کردیت گرفتم